عرفا معتقدن سیر و سلوک انسان به سوی کمال تا رسیدن به کمال نهایی در 4 سفر انجام میشه. سفر اول، سفر من الخلق الی الحق. من الخلق الی الحق. در این سفر سالک میکوشد از طبیعت و عوالم ماورای طبیعت عبور کند و برسه به حق. خوب دقت کن چی گفتم در سفر اول. سفر من الخلق الی الحق، از طبیعت و ماورای طبیعت، هر چیزی، یعنی عوالم نامتناهی رو بس طی کنه تا برسه به ذات اقدس الهی خدای متعال. نه اینکه بره ملکوت رو ببینه، نه اینکه بره عوالم بالا رو ببینه، عوالم بیاد تا نه گوزه رو بس کنه برسه به خدا. این سفر اول. سفر دوم، سفر فالحق بالحق. خوب دقت کن، در این سفر سالک میکوشد به کمک خداوند سیری کنه در اسما و صفات بی انتهای خداوند. سیر و سلوک در خداست. ببین اگر ذات اقدس الهی رو بگیم دریا یا اقیانوس، سفر اول از هر جا هستی سیر میکنی میرسی به دریا. سفر دوم سیر در خود اقیانوس وجوده، یعنی خدای متعال بی انتهاست و ورطه هولناکی. بعضی از عرفا دیگه بیرون نمیان از مرحله دوم.